قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار زیارت مومنان را به درگاه قبول کنه، دستور روز آخرت کنه، فرزندان عمر دراز و برکت کنه، مثل حضرت خدمتگار پدر مادر کنه، برای راست هدایت کنه، مملکت ما را تنگی و امانی سری فرید گردانه، بیمارا را خداوند شفای کامل عاجل میسر گردانه، سفرکار سفر نیک اقبال آورد که ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق و انت خیر سلطان ویس قرنی رحمت الله علیه خداوند از دعای مادر به بزرگی رسیده و یا روایتی که وقتی که مادرشون بیمار آب میگه که مادرش خواب بوده کوثر در کف دست میگیره ای نماز خفتن تا صبح صادقه در بالای سر مادرش مثل که یکی مادرم دوباره آب نگه تاخیر کنه زمستان خنگه کوسه یخ میکنه دست حضرت وقتی که صبح صادق میشه مادرش بیدار میشه آب میگه میتش پوسیدست میکنه مادرش رو به خداوند میگردنه صدقا دعا میکنه که پروردگارا همه پسر مرا خداوند به سلطانی برسونه دعای مادرش در حقش مستجاب میشه یا حضرت به سلطانی میرسه سلطان گفته لقب پادشاهی پیغمبر میگه در این دنیا پادشاهی نمیکنه در آخرت یکی از پادشاهان جنت حضرت اویس قرنی که این همه سعادت ای خدمت مادر دریافته و دوستی غایبانه پیغمبر نادیده ایمان آوردگی وقتی که پیغمبر میگه ما از دنیا سفری آخرت کردم امیر دای مرا برده اویس قرنی رفتن بپوشد در حق امتهای آخر زمان دعا کنه انا وقتی که پیغمبر از دنیا میگذره حضرت علی امت جامعه مبارک میارن میتونست بعد بزرگی حضرت معلوم میشه این حضرت در خلافت حضرت علی در غزوه صفین عراق سوریه اونجا جنگ میکنه وقتی که دشمن ها میخوان که حضرت علی را به نیزه بزنیم حضرت اویس قرنی خچه سپر میکنه نیزه در حضرت اویس قرنی میزنه شهید میشه پیش مردانش وصیت میکنه شتری پیدا میشه تابوتی مرا در امون شتر بار کنیم هوشتین کجای ده که خورا همونجا معزول میکنه این اومدگی کرمان ایران را هم خیلی آرامگاه داره آذربایجان داره ترکیه داره افغانستان داره دو موضع داره بعد اخیرانش همه جمعه شتر حضرت که خواه میره حضرت با خواب میسپارن وقتی که شتر میخیزه 5 تا چشمه جای ببروی ای سر شتر ده پاکوی پیشی ده پاکوی قفاش باید 15-16 کیلومتر بالا یا دشت کلان اشتر چرا میگن به نام همیشتری حضرت میدن اکی درازیش برای هر مدارش دراز کن که یا تایپان همونه یا میخوای نجخانش هم خیلی درازش کده حضرت باید روایتی که 6 گزه نمیجه بایجره یک گز میگه قریب 3 متر میشه قده حضرت تولد حضرت 592 میلادی 657 از دنیا گذشته گیان 65 سال عمر دیده گیان 22 سال ای پیغمبر ما خوردن اینجا که اومدی در این آرامگاه میشنی در حق حضرت تلاوت قرآن میکنی میبخشی از آبش مینوشی میره دعوی توسر میگی الان در مزار حضرت سلطان یکی سلطان اویس قرنی قرار داریم
همون چشمه هایی که شاید شما شنیدگی باشین. چشمه رحمت نام میبرن. مقصد پیشترک خودی با فکر نمیکنن. در همین چشمه هر کس مقصد دست خودش رو میانداخت و هر چیزی که در دستش گویا که از تقدیرش وابستگی دارد. نه که به هر حال حاضی ما همین کارا انجام میدیم و در از همین چشمه های شفا مقصد آب می‌نوشیم. خب این حوضی همین آب می‌رهیم میگیریم. آبی خنک آبی هم خنک هم مزه خوب داره.